درود و سلام بر بینندگان عزیز و همدیاران ارجمند. امروز در برنامه ما رئیس اجرایی انجمن آزاداندیشان تاجیک علیم شیرزمان حضور دارند. استاد شما را به برنامه خوش آمدید میگویم و میخواستم که راجع به حوادث آخره که در مرزهای جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان شده گذشت راجع به این اندیشه و ابراز خود را یک جای بیان نماییم. اولا میخواستم بگویم که من تا همین روز نتوانستم همین نوار رو تماشا کردم. نمیتوانم، نمیخواهم تماشا کردن تا حد اون با عزت نفس من رسیدگی که من نمیخواهم اون سربازانمون رو در همون حالت بینم. سبب اصلی اون باز برمیگردد به همون سبب‌هایی که همه بدبختی های ما امروز با اون وابسته هستند، یعنی ناآزاد بودن مردم تاجیک. یک خودت بین مثال در چندین بار همین مشکل در مرز قرقیز و تاجیک اگر باشد، در قرقیزستان دلخواه معلم، دانشجو کدام نفری نباشد مصاحبه میتید، فکر و عقیده‌اش رو درباره این قضیه میگوید، درباره ملت تاجیک میگوید، درباره مشکل سرحدات میگوید، یعنی آزادن مردم. در ما 5 سال پیش همین خیل قضیه بود و در خاطر دارم و یک وکیل مردمی از نوع سفره که محض در منطقه از همونجا انتخاب شده است مصاحبه دادن جرأت نکرد و اخیراً گفت که روید از شعبدولف گیره اگر در خاطر داشته مصاحبه رو. بله. انا امین است، همین یعنی در اینجا ما نبردی اطلاعاتی رو میبازیم به طرف قرقیز. منم مطمئن نیستم که همون سربازان ما رو در کدام منطقه یعنی بازداشت کردند و یا با تمام نیروشون ثابت کرده ایستادند که این سربازان ما به حدود قرقیزستان در آمده به شهروندان ملکی، یعنی تحقیر شهروندان ملکی را تحقیر کردند که البته من خودت میدونم که این افسانه بیش نیست، لیکن چرا که در طرف ما حتی رئیس کمیته امنیت ملی یا وزیر و یتیموف هنوز یک جمله در این مورد یک جمله هم نگفته است، خدمات مطبوعاتی هیچی نگفته است. یعنی او سربازان ما که تحقیر شدن از اونا باید عذر پرسد کسی، عموما از ملت عذر پرسد. حکومتداران جمهوری قرقیزستان بخصوص کارمندان قدرتیشان خب هر لحظه در شبکه ها اظهار عقیده میکنند، اظهار نظر میکنند و حتی زورآوری کرده خب همین رفتار خود را حق میشمارند و مردم ما رو بخصوص سرحدبانان ما رو فکر میکنم که ناحق میشمارند. اونا آزاد اندیشه های خود رو میگن و از جانب تاجیکستان، از جانب کشور ما امروز همه چرا خاموشند نمیدونم، حتی تا حال یگان نه اظهاراتی نه یگان مراجعت نامه و نه یگان چیزی مشاهده نشده است. سببش نمیدونم چی باشد که اینها آب بردهان گرفتن و مهر سکوتی بر لب زدن. مشکل ناآزاد بودن ما یک مشکلی بود که یعنی در نبرد اطلاعاتی ما یک گام نه و یک چند گام عقب میمونیم از قرقیزستان و طرف دیگر البته بنده همون سربازان کمیته سرحدات تاجیکستان رو هرگز عیبدار کردنی نیستم، لیکن باید حقیقت رو بگوییم. یعنی اون اراده و متانت و شجاعتی که باید هر یک جوان تاجیک داشته باشد او را ما از سن خردسالی از نو به مکتب آمدن کودک
ما او را شکسته سر میکنیم. ما خود را دولت دنیوی گفته استادیم، لیکن در این مسئله ها ما از طالبان بدتریم. یعنی وای باید موی سرش چخیل باشد، توفلیش چخیل باشد، تلفنش نباشد، وای یک چی بلای دیگرش نباشد، یگان آزادی نباشد. من چندین بار با مقامات بلندپایه قدرتی در صحبت ها، حتی که وقتی که مرا در سال 2012 بازپرسی میکردن، من از همون افسران کمیته دولتی امنیت ملی سوال کردم، نخواد که به منفعت ملت باشد آدما رو رویه آدما رو شکستن و همین چیز اتاق خودتون من بر این آدم رو میارید و میشکنید. یعنی مقصد شما شکستن رویه همون یک انسان است که وی زیاد گپ نزند، مشکل ساز برای شما در یک کار غیر قانونیتون، یعنی رشوه ستانیتون یا یگان کار دیگر وی به شما مشکل ایجاد نکند، شما وی میشکنید و انا بعد در اسفره شما نمیابید یک افسر رنگ خدا رحمتی حاج علیم و خدا رحمتی میرزا زیا و یا بودن پرابلم اسفره و یا حل میکردن. یا من در خاطر دارم سالهای شوروی بود، 86 بودم، اینقدر همین خیلی عیناً همین پرابلم بود. جنرال نوجوانوف رفت در 2 روز حل کرد. آخر امروز تا همین درجه مردم رو شکستیم که جنرال های ما هم تا به این روز یگان نفر فکر و عقیدهش رو نگفته است، چون که رویه همه شکستگی. او نمیداند چی بگوید که پگاه برای وی مشکل نشود. اما جنرالش درباره عسکر قطاری، سرباز قطاری که در سرحد نمیداند تیر کشاید یا نه، تیر کشاید برای وی چی مشکل می شود، یا یگان خیلی دیگر از خود دفاع کند چی مشکل می شود وی نمیداند. چون که در مثال شهروند قرقیزستان معلم مکتب در مورد مسئله سرحدی نو بسته به وزارت خارجه خودش فکر و عقیده خود گفتن میگیرد، در ما جنرال و قشونای سرحدی فکر شخصی خود را گفتن جرأت ندارد. انا در کجا است پرابلم ما؟ و تا اون دمی که همین خیلی است، ما در هر جا آزادی نیست، در هر جا ما اراده و متانت و مردانگی را از دست داده ایستادیم. شهروندان تاجیکستان چرا بی‌حقوق ترین در روسیه هستند و چرا بی‌حقوق ترین در دیگر جا هستند؟ چون که شهروند از یگانه شهروند تاجیکستان است که از فرمای پلیس در اروپا میترسد، که در اروپا پلیس یک یاردمچی است، یک رهبلد است، میتوانی از وی راحت حتی به حجت هم باشی، حتی مهاجر غیر قانونی هم باشی، پلیس به تو یاردمچی است. لیکن شهروند تاجیکستان در اروپا آمده از پلیس میترسد، چون که وی چنون رو افتاده کردن در روسیه بعد در هر سر قدم حقوقش پایمال می شود، چون که وی همین یک واقعیت قبول کرده است دیگر. یعنی من با پای خودم حق فکر کردن و حق گپ زدن ندارم. اون چیزی که در تاجیکستان خود با همون حق ندارم، من چخیل میتوانم رفته در مسکو همون حق طلب کنم. کودکایی که کمتر خش تبارشون یک منصب دارند یا مبلغ دارند یا یگان آدمای همین خیلی برومند باشند، اصلا بچه او به صف قوای مسلح نمی رود. به صف قوای مسلح همون طبقه اجتماعی می رود که او تماما شکسته شدگی از 92 به این روز. همین طبقه مردمی که ما امروز به ارتش جلب کرده ایستادیم، این طبقه عموما در هر قدم
اینا شکسته و شکسته و شکسته. مشکل اساسی ما در این است. مسئله سیاسی است ولی در تاجیکستان ما همه میدونیم که مسئله سیاسی فقط یک نفر حل میکند و مشاوران همون یک نفر رسمی نیستند و یا مشاوران اویلوی هستند که در اویله مشورت میکنند. یعنی در دنیا است نهادی که جوابگر به این یا آن کار است و این یا آن واقعه اگر به وقوع آمد مردم میداند از کدام نهاد باید پرسیده شود. در ما شفاف که نیست. ما نمیدونیم، من و خودت عذر نمیدونیم که در این مسئله یتیم و فیبدار است، خشونهای سرحدی عیبدارند یا خود رحمان عیبدار است که مسئله سیاسی مرزی را تا امروز حل کرده نتوانسته است. به نظر می رسد که قرغیزها به طور مردمی این مسئله را حل کرده استند. نباشد چرا در همین حالت هم نوار بردارشان پیدا شد و هم نمیدونم حکومت دارش پیدا شد و هم مرزبانش پیدا شد و همش پیدا شد و در شبکه پهن شد، در حالی که افسران ما، افسران سرحدات ما و افسران امنیتی تاجیکستان از یک مشکل تا مشکل دیگر به گفت روس‌ها رنگ همون پرنده رنگ شترمرغ سرش رو در چی میزنن، یعنی از پرابلم میگریزن. عادت داریم که همه مسئولیت رو از گردن خود ساقط کنیم و به مردم گوییم که 2 ساله ذخیره کن که پگه اگر از گشنگی مردی من عیبدار نیستم، گفتم به تو 2 سال پیش که ذخیره کن. عذر در مرزم شاید عیبدار یابند، یگان بیچاره لتنانت دیگر عیبدار اساسی باز میشود معلم اساسی مرزبانان که چخیل و یا باید مرزشان را از حمایت کنند، چخیل باید و یا باید سلاحشان را به شهروندان دیگر مملکت تسلیم نکنند. حاضر باز و شاید یک امر معروف میکند در این مورد هم. لیکن مسئله او است. مشکل رحمان است، مشکل او مرزبان نیست. در وقتی هجومی که از طرف سرحدات جمهوری ازبکستان طریق به بسته محمود خدایبردی شد، از اینجا معلوم بود که جوانان این مردم، این بگیم سابق از اتحاد نیروهای اپوزیسیون، از اینجا جوانان با اینا بودن، رزمندگان که رفتن و در برابر دیگر مردم. حتی من خودم اون وقت در ولایت سوخ بودم که غفار میرزایوف در آنجا خود از دوشنبه سفربر شده بود و جوانان و این جوانانی که از حساب اتحاد نیروهای اپوزیسیون بودن و در مدت اندک چیکار کردن؟ محمود خدایبردی را عقب نشاندن و اون شورش رو بگیم که هجومش رو پس گرداندن. اینو حادثه های تاریخی است که اینا رو هیچ کس نمیتواند انکار کند، ولی درست فرمودید. و این چنین در مرز قرقیزستان هم خیلی که گفتم، خب حتی حاضرم زنده است گنرال شاه اسکندروف که چندین بار رفتن در اونجا، با یک واسطه با یک وقت گفتن که وقتی که بازاری باشد ما بازاری با زبان زور با شما صحبت میکنیم و به این طریق چیکار کردن؟ اونا رو میگیم که پس گرداندن و اونا رو با قول تاجیک‌ها میگه در جای خودشون شناندن. و که فکر کنم به قول مردم ما میگفتند که کمپیرموری میلش عجل باید آموخته نشود. یک چنین ضربور مسئله هست. ما با طریق با 2 دست ادب زمین‌های خود، خاک وطن را به جمهوری چین، زمین بدخشان را دادیم. شاید از این خاطر باشد قرقیزها بگن که ما از چینی‌ها چی کمی داریم، باید که ما هم حق داریم در اینجا. شاید این چیزا هم در اینجا احساس شود. میترسم پگاه مسئله مرزی با افغانستان میخیزند. در افغانستان با افغانستان خیلی این مسئله رو حل میکنیم. مسئله مرزی با افغانستان حل نشده است، مسئله مرزی با ازبکستان حل نشده است و این مشکل های سیاسی هستند و
در رهبریت سیاسی باید همین مشکل رو حل فصل کنند و باید بگوید اخیراً بگوید به مردم این چی گپ است و بار دیگر تکرار میکنم که از این سربازانی که با عیب سیاستمداران تحقیر شدن از اینا باید جنرال هاشون عذر پرسند. در فکر میکنم در دولت هایی که خود رو احترام میکنن، ملت هایی که خود رو احترام میکنن، عذر یگان جنرال خودکشی میکرد، یک دو جنرال خودکشی میکرد در ما. بله از این فاجعه. بله در ما خودکشی نه، استعفا یگان کس نداده است. بله یعنی داوطلبانه استعفا نداده است. رئیس کمیته سرحدات باید داوطلبانه استعفا دهد و من می بودم به جایش به حیث عسکر قطوری به مرز می رفتم. 25 سال مشکل داشتیم با ازبکستان. اخیراً با از قدوم پرزیدنت نوشان گویا که دوست و برادر شدیم و چقدر سرودخوانی و رقص و بازی و چقدر مصاحبه های بلند با آشیانه و هر کس به خودش نسبت میتید این بهبود روابط را. بله بله. یک مرغان ازبکستان دشمن ما برآمدند. اجازه ورود نشد. بله. چون با خیلی هم نرخ ارزان بود. بله. امروز ما دیدیم که این مشکل بعد در این نیست که ما استحصال تخم در ما خیلی بلند است. اگر استحصال تخم داخلی باشد من با دو دست جانب دارم. ما باید بازار داخلی رو حفظ کنیم. لیکن ما استحصال تخم کافی نداریم. فقط اون فیرماهایی که تخم رو از چین و ایران وارد میکردن، خیلی ایران امروز دشمن شده است و از چین وارد میکردن، بازار اونا تنگ شد و ما میدونیم که این چه نفرایی هستند که از چین میکشونند این تخم. منظورم با این مثال چی بود؟ یعنی تمام مسئله های عموم ملی، منفعت عموم ملی داشته رو ما به خاطر یک سوم و دو سوم میفروشیم، ارزان میفروشیم. و نخودمون تخمی که از چین میورد، نخودمون فایدهش همین قدر زیاد است که منفعت تمام ملت رو بفروشیم. یک واقعه به یادم اومد. من از یک عضو پارلمان، نماینده مردم در پارلمان که با اون خب میشناختم، دوستی هم داشتیم، گفتم که خب نمیشود که شما نمایندگان مردمید، شما بروید با مردم قرقیزستان با نماینده های حکومت های محلی یا که با نمایندگان مردمی اونها از این پارلمان اونها صحبت داشته باشه. راست که بعد خنده کرد، در جای من گفت که یکی از نمایندگان پارلمان رفته بودند از ولایت سوخت با چند نفره رفتن اونجا، خواستن که با مردم ملکی و محلی و نمایندگان قدرتی قرقیزستان صحبت کنن، هم با مردم عادیشان. اونا در جواب گفتن که ما با شما حرف نمیزنیم، ما میدونیم که شما کی هستید، شما انتخاب شده مردم نیستید، شما رو مخصوصا دایره ها طبقه ها انتخاب میکنن مخصوص شما. مقصد از اون که شما نماینده واقعی و انتخاب شده مردم نیستید. همین رو گفت. با راست کرد، تبسم هم کرد. رو من میرم به من همین جواب میگم، من چی باید باز اونها بگم؟ با اونها بگم این یک جوابی یک نماینده مردم در پارلمان بود. واقعا حس میکنم که تا مردم آزاد نباشند و از اینه که عسکر بچه ها رو از قدهای مثال از قد کوچه و از دیگر جاها میبرن. حتی این روز ما در اینترنت دیدیم که یک دختر رو از ناحیه دنغره که من فکر کنم لباس پسری داشته است و قولی ما که با زبان تاجیکی حاضره ما که ابلغ کردن، بعد دیدن که اونم چی بوده است؟ دختر بوده است. خب از این گروه، از این کار و از این نمود رفتاره که اینها عسکر بچه جمع میکنن، مثال عسکر بچه رو برای خدمت میگیرند، از هر جایی که میخوان به طریق فشار و زور آوری
خب دیگه معلوم است که اون بیمار است یا که سلامتی او برای خدمت صفی قوه‌های مسلح ملی تاجیکستان جوابگو نیست. دیگه ما باید چی را انتظار شیم؟ همین است دیگه. نتیجه شو دیدیم که اون عسکر بچه دست و پا بسته، روش بسته، خون در زمین ریخته است. مردم داشتن اونا رو چیکار میکردن؟ همه نموده بگیم که شکنجه و تحقیرات نسبتش رو میدیدن. همین است دیگه نتیجه همین کارهاش. خب ببین خودت ارمنستانی که تعداد اهالیش از 3 میلیون زیاد نیست. ارمنستان خب بایگریش هم زیاد نیست. در مقابلش آذربایجان با تمام اون نیروی و نفتی و گازی و مردمیش هیچ کار کردن نمیتواند، چونکه مردم غیرت دارن، چونکه پاشینیان پسرش را به ارتش خدمت ارتش روان کرد. در ما مردک یک روز در ارتش خدمت نکرده است گنرال، یک روز خدمت نکرده گنرال میشه. بعد با همین گنرال ها انا همین گنرال ببر در اسفره و فرماندهش بمون در همون مرز، میترسم که تمام سوخت رو تسلیم میکنه. ببینید خیلی که شما مثال زدید اینجا جمهوری ارمنستان را، کشور ما هم جمهوری تاجیکستان، ما اینو دعوا داریم که اهالی ما، نفوس اهالی ما به 9 میلیون رسیده است. خب معلوم است که قرقیزستان هم نصف اهالی ما را دارد و اون تاریخ گذشته که ما داریم اونقدر بگیم که از اون افتخار میکنیم، از تمدن گذشته همان قرقیزها این چیز رو صاحب نبودن. امروزها چی شده است که امروزها در منطقه در آسیای میانه مردم قرقیز هم از لحاظ آزادی اندیشه و آزادی سخن، آزادی بیان، آزادی وجدان، همه گونه آزادی ها و دموکراسی حرف اول میزنند، در جای اولند. هر یک انسان شان و شرف انسانی دارد و به ویژه جوانمردان ما اگر آدم اجازت داد که شان انسانی او پس زده شود، اگر شما با تمام قدرتتان همین کوشش رو طول 20 و چند سال کرده استودید که یگان نفر شان انسانیش رو احترام نکند، انا نتیجه به کجا میرسد؟ ما سرباز پیدا نمیکنیم، خدا جنگ با یگان ملت نصیب نکند و پگاه یگان جنگ با یگان دشمن بیرونه جنگ شود، ما سرباز پیدا نمیکنیم چون شان انسانی نداریم. تشکر برادر عزیز از شما برای صحبت‌های خیلی گرم و صمیمی و تأثیر بخشتان. ان شاءالله که سلامت باشید.